بیش از 300 نفر در اعتراض به وضعیت هزاره ها مقابل سفارت پاکستان در لندن تجمع کردند. معترضان میگویند هزاره ها در ایالت بلوچستان پاکستان به طور هدفمند به دلیل قومیتشان کشته میشوند. حزب دموکراتیک هزاره های پاکستان میگوید از سال گذشته میلادی تا کنون بیش از 150 هزاره در پاکستان کشته شدند. از معترضان مقابل سفارت پاکستان درباره خواسته هایشان پرسیدیم. این یک کشتار هدفمند نژادی است که آنها تلاش دارند که هزاره‌ها را به طور وسیع قتل عام کنند و این کشتارها موج شدیدی از کشتارها در اخیر افزایش یافته که واقعا شما می‌بینید که در ظرف 4 هفته اخیر تنها 40 نفر از هزاره‌ها در کویت پاکستان کشته شدند. از سال 1998 تا حالا مردم ما چندین بار بالای 700 نفر تا حالا ما کشته دادیم در کویت با جمعیت کمی که داریم. تا حالا یک نفر هم در پای عدالت نیاوردن، در پای میز عدالت یا مثلا دادگاه نیاوردن تا حالا. ما خواهش ما دولت پاکستان این چیز ممکن نیست. چرا که پنجابی کشته میشه شما میتونید بیارید، کسی دیگه کشته میشه شما میتونید بیارید، موقعی که هزاره کشته میشه شما بخیالید. و اینا میخوان ما از اینا بدانن دیگه مردم ما در قبال این تفاوت اینا به تفاوت نمیمانند. اظهارات 2 نفر از معترضان امروز رو شنیدیم. جعفر عطایی از فعالان اقلیت هزاره در استودیو با ماست. شما هم امروز در این مراسم در این اعتراضات حضور داشتید. شما میگید که این حمله ها هدفمند هستند، یعنی در تظاهرات امروز گفته شد که این حمله ها هدفمند هستند. دقیقاً منظورتون چیه؟ چه کسی شما را هدف قرار داده؟ از 2004 به بعد تا به امروز اوایل حملاتی که صورت می گرفت این گونه تحلیل می شد که شاید به خاطر وضعیت عمومی پاکستان هست، در هر گوشه و کنار عملیات های تروریستی صورت می گیره، بنابراین کویت هم استثنا نیست. بعدا معلوم شد که نخیر گروه هایی هستند که مشخص هزاره ها را در شهر کویت تعقیب میکنن، بعد مشخصا اینا را هدف قرار میدن و به قتل میرسانند که شامل نویسنده ها، فعالین سیاسی، دکترها و کارگران عادی مثل سبزی فروش ها، مغازه‌دار ها و مسافرین راه ها میشه. یعنی کسانی که هدف قرار میگیرن مشخصا از گروه خاصی از جامعه هزاره ها نیستن، افراد مختلفی ممکنه باشن. گفتید که گروه خاصی اینها رو هدف قرار میدن. هیچ مشخص شده به نظر شما چه گروهی دارن هزاره ها رو هدف میگیرن؟ البته قربانی ها تماما هزاره هستن. در مورد این که چه گروه هایی پشت سر این حملات قرار داره نظرات مختلف و تحلیل های مختلفی وجود داره، اما به صورت مشخص جریان تروریستی لشکر جنگاوی که یک گروه تروریستی شناخته شده در خود پاکستان و در لیست گروه های تروریستی ایالات متحده آمریکا قرار داره، این گروه تا حالا مسئولیت این ترورها را به عهده گرفته و ترورهایی که خارج از مرزهای پاکستان حتی صورت گرفته. حادثه عاشورای امسال کابل هم این گروه مسئولیتی را قبول کرده. این گروه در واقع یکی از رؤسای این گروه قبلا گفته بود که شیعیان در ایالت بلوچستان باجگیر دولت ایران هستند که دارن در واقع از طرف دولت ایران تغذیه میشن برای اینکه شیعه‌گری رو در پاکستان رواج بدن. آیا واقعا هیچ ارتباطی بین دولت ایران با شیعیان در پاکستان هست به اون شکل؟ در این شک نیست که هزاره ها به صورت عمده شیعه هستند و به خاطر مذهب مشترکی که با ایران دارند داد و بستان های هم با ایران وجود داره. اما ای که شیعه ها و هزاره های پاکستان مخصوصا در کویت در ارتباط مستقیم با نظام سیاسی ایران باشند و جمهوری اسلامی ایران اجندای خاصی را از طریق اینا در بلوچستان تعقیب کنه، چنین چیزی واقعیت نداره. اما خب گروه های تروریستی ممکن بهانه‌های برای وحشت افکنی برای خود داشته باشند و بخواهند که کارهای خود را از این طریق توجیه کنند. آیا فکر کنید که دولت پاکستان دلیل خاصی داره که با این برخورد نمیکنه؟ خب
به صورت مشخص در این مورد صحبت کردن سخت هست، اما همونطور که ما میدانیم پاکستان حداقل 3 دهه رابطه بسیار خوب با گروه های تندرو اسلامی داشته، حمایت مجاهدین در افغانستان، حمایت شورشی های مسلمان کشمیری. این گروه ها عموما گروه های تندرو سلفی هستند، معتقد به جهاد هستند. پاکستان از اینها به عنوان یک ابزار در سیاست خارجی خود، به عنوان یک ابزار فشار بر علیه هند و افغانستان و بعضی کشورهای دیگه استفاده میکنه. من خودم شخصا باورم این هست که پاکستان برای از اینکه از اینها استفاده میکنه در کشورهای خارج و برون از مرزهای پاکستان، در قبال اعمال این گروه های تروریستی در درون مرزهای پاکستان با دیده اغماض میبینه و به نحوی دست اینها را باز میگذارد تا رابطه خوبی را که با اینا داره حفظ کنه. بی توجهی که در قسمت هزارها میشه، بیشتر به این خاطر است که هزارها یک اقلیت خیلی مهمی در پاکستان نیستن تا دولت پاکستان یا حلقات در درون ارتش پاکستان برای از اینا اهمیت قائل شود. بله، خیلی ممنونم از شما جعفر عطایی از فعالان حقوق هزارها در استودیو مهمانم.